ضرب‌المثل مقاله‌های پرتغالی. آینده به خدا تعلق دارد. در خانه‌ای که پول است خزینه دار یک تا باشد. در خانه‌ای که نان نیست همه با یکدیگر جنگ می‌کنند، اما کسی از آن جنگ کنندگان حق نیست. در جایی که دود هست در آنجا آتش هم هست. کسی موفق می شود که خسته نمی شود. خانه ای که سگ یا گربه نداشته باشد آن خانه خسیس هاست. بعضی بدی هست که از خوبی سر می زند. اشک زن قیمت ندارد اما بسیار چیز را می فهماند. بی پول سگ هم دمش را نمی جنباند. دانش جای اشغال نمی کند. هر یک میمون در شاخه خودش می ایستد. گربه مارگزیده حتی از بند هم می ترسد. کسی که رخساره را می بیند دل را نمی بیند.